سلام دوستان. امروز میپردازیم به زیرپله در کنجوی خاص با مهرنوش. زیرپله یکی از فضاهای مرده‌ایه که در خونه‌های دوبلکس وجود داره. غیر قابل حذفه و ما ناچاریم که اونو طراحی کنیم. اما من برای زیرپله طرح‌های بسیار زیبایی رو در نظر میگیرم. من جمله این که 2 مبل میذارم و یک میز برای قهوه خوردن. زیرپله رو میتونم تبدیل کنم به فضایی برای مدیتیشن و یوگا. میشه تبدیلش کرد به یک کتابخونه و یه نیمکت برای استراحت و مطالعه کردن و یا یک کاناپه بذاریم با یک میز گرد و تبدیلش کنیم به فضای خاطرات. بعضی از طراحا زیرپله رو تبدیل میکنن به گلخونه و یا آبنما میذارن. من این رو نمیپسندم به دلیل اینکه اونجا نور نداره، غالبا گلها خراب میشن و آبنما اونجا بوی نامطبوعی میده. ما میتونیم زیرپله رو به فضاهای خیلی خیلی بهتری تبدیل کنیم. دوستتون دارم.